سلام. سالیا، یعنی بعد گذشت چندین سال بالاخره وقتشه که تابستون بعدی رو ببینیم. این چند وقت کلی شایعه پخش شده که به مناسبت انتشار کتاب جدیدیه که الکس هرش نوشته. میگن که میخواد ممکنه شاید 2 اپیزود جدید از آبشار جاذبه بیاد بیرون. تو این ویدیو قراره خوب این کتاب و شایعات رو بررسی کنیم. توی یکی از مصاحبه های جدید الکس به تازگی یک کتابی رو معرفی کرده که فقط آرت استایل و نقاشی پقاشی نیست، بلکه شامل کدها و رمز و رازهای انیمیشن میشه. علاوه بر اون قراره ببینیم قبل از اینکه تبدیل به آبشار جاذبه بشه چی بوده. بیایید اول مصاحبه معرفی کتابو با هم ببینیم و بفهمیم چیا گفته اصلا این یارو. فقط میخواستم بگم ممنون، تو بهترینی. چه پسر با ادبی. و دوم اینه که میدونم نمیتونی درباره فصل 3 چیزی بگی، ولی فقط یه جواب ساده بله یا نه هنوز چیزهای بیشتری برای این سریال در راهه؟ سال خیلی خوبی بود برای اینکه فرصت شد تا کتاب جدید آبشار جاذبه رو معرفی کنم. نگاش کنید. خب ما 1 دهه بود که داشتیم تلاش میکردیم تا نگاش کن. این کتاب نه نشون نده دیگه. خب ما نزدیک 1 دهه بود که میخواستیم کتاب The Art of Gravity Falls رو بسازیم، اما چیزای زیادی وجود داشتن که باید شکل میگرفتن، مثل طراحی و غیره و غیره و غیره. اما اینو به شما به اشتراک میذارم که پاییز این کتاب منتشر میشه. توی توضیحات کتاب هم درباره اپیزودها و کاراکترهای حذف شده آبشار جاذبه صحبت ها اشاره شده و جالبتر از همشون اینه که داستان شکلگیری بیل سایور هم داخلشه و جزئیات دیگه کتاب هم بخوام بگم یه 252 صفحه اینا داره و قیمتش هم ابوالفضل فاکینگ $55، یعنی تقریبا 11 میلیون تومان. 11 میلیون آقا، نمیتونی بخری آقا. هی بچه‌ها، با درآمد یوتیوبی که اصلا نداریم و مانیتایزم نشدیم، خرج داروهای سرطان پرهام خیلی هم ممنون میشم یه لایک و ساب کنی، حتی شده کامنت هیت هم بذار، فقط کامنت بذار تو رو. خب بریم ادامه کار. خب حالا داستان این 2 اپیزود اصلا چیه؟ گفتیم که قرار ایده و اپیزودهای حذف شده توی کتاب باشه و اون ایده ها تبدیل به 2 قسمت جدید بشن که چیزهای ناقصی که تا الان دیدیم تکمیل بشه. اما متاسفانه هیچ تایید رسمی برای 2 اپیزود وجود نداره و صرفاً چیزیه که فنا از خودشون در آوردن و کاملاً هم بی ربطه. همونطور که خود سازندش چند سال پیش گفته بود، آبشار جاذبه تموم شده است و دوستان قبول کنید قشنگی بعضی چیزا به پایانشونه و اگه قرار بود چیزی هم ساخته بشه طرف نمی اومد بگه که تمایلی به ساخته ادامش نداره. ولی بیاید خوشبین باشیم چون همین کتاب هم خودش کم چیزی نیست، داشت 200 صفحه رمز و راز توشه و پر از کدای مخفی و چیزای خوشگل مچگله. تموم شد. علی بهتر بریم. اول شما علاقه بر سوی ویدیوی بعدی. ایوه داداش ساب یادت رفت. داداش ساب یادت رفت. تا ویدیو بعدی خداحافظ. به نظرت ساب میکنن؟ نمیدونم. ناراحت نباش تا میکنن. خدایی؟ آره میکنن ساب. اگه به این سبک چرت و پرت گویی علاقه داری توی کامنت هم درباره ویدیو نمره بده، هم برای ویدیو بعدی اگه ایده‌ای داری بگو. امروز خیلی حال داد، 2 بار برقامون رفت خونه فامیلمون، اونجا هم 2 بار برقا رفت. عالیه. تنها چیزی که منو خوشحال میکنه اینه که فردا برقا نره چون میخوایم متن ویدیو بعدی رو بنویسیم. وای تو برقا نرفته. به امید روزی که دیگه برقا نره. اداره برق فردا برقا نمیره. نمیدونم این صحبت اصلا چه ربطی داشت، ولی ممنون که تا آخر ویدیو دیدی. بای.